تبریک میگم. مرسی، ممنونم بابت انتخابات. خوب بودن مردم؟ عالی. جمله به مردم دمتون گرم، همیشه پشت ولایت فقیه رهبری بودید، عاشقتونم. تبریک میگم مردم ایران، موفق باشید و همیشه پای ایرانمون بایستید. خسته نباشین، دستتون درد نکنه، یه کاری کرده کارستون، دمتون گرم. یه جمله به اونایی که دیروز اومدن آفرین به اونایی که اومدن رأی دادن. از همه رو تشکر میکنم، ممنون. بابت انتخاب خوب. به این مردم واقعا باید افتخار کرد. مردم ایران دمتون گرم. عالی بود، خدا رو شکر. دستشون درد نکنه چون اومدن رأی دادن، در صحنه حاضر شدن، کارشون واقعا عالی بود. همتون گرم. میتونیم که ایرانو بسازیم. ای سرزمین روشنی تو نور چشمان منی، خاک شهیدان ایرانم ایران. دمتون گرم باشه، ایشالا بیان کارو کامل کنید. ما اگه حاضر باشیم مطمئن باشین بدکارمون غایب میشن خود به خود. دمتون گرم مردم ایران. بازم هستین جمعه؟ بله. تموم شد به نظرت؟ نه تموم برای چی بشه، تازه شروع شده. این همه رفتن تو جبهه جهاد کردن، حالا این خیر خستگی داره. حوصله داری بری واسه؟ چرا نمیام، مملکتمه. پای انقلاب واسطیم، خستم نمیشیم. نمیشی؟ کی خسته است؟ دشمن. خسته نمیشه. چرا دشمن خسته است؟ میای بینی باز 100%. بی بایستی تو صف دوباره. وای میسیم. باید بیان. بی بایستی تو صف رای بدی. اشکالی نداره، سرنوشت مملکته. بی بایستی تو صف. نه خیر، حتما به خاطر شهیدامون، بعدم به خاطر رهبر عزیزم. عشق به دین، به اسلام، به مردم، به زندگی، به بچه‌هام، به همه. امیدوارم بهترین برای مردم ایران، کشور ایران پیش بیاد. اصلح ترین کس، سالم ترین کس. محکم باشید، به حرفای این و اون گوش نکنید. اگر این مملکت آباد بشه شما آبادش میکنید. وقتی به دور دوم میکشه بیشتر مهم میشه. مردم ما هیچ موقع میدون رو خالی نمیکنن. هستی جمعه؟ بله هستی، تو به پای جونمون هستی. انشالله هفته آینده میایم پای صندوق ری. انشالله جمعه دیگه میبینمتون. جمعه یادتون نره. میای تو هم؟ منم میام. انشالله گل آخر میزنیم دیگه، دقیقه 96 گل میزنیم و تمام. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان. برنده رقابت دیروز شما مردم بودید، رقابتی که همچنان ادامه داره در 15 تیر ماه. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.